نگرش مثبت معلمان چه تأثیری بر توسعه کودکان دارد؟ می‌خواهیم نگرش مثبت معلمان و رشد کودکان رو مورد بررسی قرار بدیم. نگرش مثبت معلمان به عنوان یک شناخت از توانایی‌ها و قابلیت‌های کودکان و اعتقاد به پتانسیل اونها تأثیر چشمگیری بر توسعه کودکان در دوره پیش دبستانی دارد. اما چگونه این نگرش میتونه تاثیرگذار باشه؟ دلیلی که نگرش مثبت میتونه تاثیرگذار باشه به این شرحه. اولا احساس اعتماد به نفس ایجاد میکنه. وجود معلمی با نگرش مثبت که به کودکان اعتماد داره باعث افزایش اعتماد به نفس و اعتماد به خود در کودکان می شود و تحول اجتماعی و عاطفی دومین تأثیر نگرش مثبت بر کودکان دوره پیش دبستانی هست. نگرش مثبت معلم. ارتباط مثبت معلم با کودکان میتواند به تقویت روابط اجتماعی اونها کمک کرده و رشد عاطفی و اجتماعی اونها رو تسریع ببخشه. تأثیر سوم در انگیزه و علاقه به یادگیری است. معلمان با نگرش مثبت می توانند علاقه و انگیزه کودکان رو برای یادگیری افزایش دهند و آنها رو به کشف دانش و تجربه های جدید ترغیب کنند. چهارمین تأثیر رشد شخصی و توانایی های اجتماعی است. معلمان با نگرش مثبت می توانند به تقویت توانایی‌های شخصی و اجتماعی کودکان کمک کنند و زمینه‌ای مطمئن برای رشد و توسعه اونها فراهم کنند. تشویق و تحسین پنجمین تأثیر. با تشویق و تحسین افکار و اقدامات مثبت کودکان معلمان می توانند اعتماد به نفس اونها رو تقویت کرده و به توسعه مهارت‌ها و استعدادهایشان